خیریه برای کمک برای تعمیر راه موشینگرد خوجند گلستان 8 که ما ضمن سفر به ناحیه 8 دچار آمدیم و هر کسی میخواهد سهم خود را در آبادی این راه که طور به ما گفتن راننده ها 40 سال اخیر تعمیر و تجدید کپیتالی را ندیده است، سهم خود را گذارند، میتوانند به این صندوق خیری بکنند. قطره قطره دریا شود. شما ده دیگر می‌مالیم مردم دیگر می‌مالیم وطن دوست وطن پرست سیاست محترم جناب عالی تو در عمل اجرا کردید مردم همه شکر می‌کنند که وطن ما اینجاست عثمان ما مصفا هست محترم جناب عالی سرور و رهبر و راهنمای ما هست پیشوای ما هست امروز در همه جماعت هم معلم جان آنا شده است در جماعت دیوتی تونگوز در جماعت دیوتی مهرآباد جماعت دیوتی اوریون جماعت دیوتی کنوز جماعت دیوتی آشوبا دهه دولانه جماعت دیوتی مهرآباد روز آنا شده زیاده از 25 کیلومتر تمام معلم جان جماعت ها دهه ها با بزرگی اسفالت از اون جمله اسفالت من راهی است جان کی راهی سو تعمیر کلا بود دیوسه تو بالا کنیم مردم با پلیس سنترومی دارن ناموز روز تعمیری داشته زیاده است 70 کیلومترش امروز معلومه باقی رسیده است ما این در مهلت های همین در درونی همین احتیاط داریم و باید باقی رسیده معلم چیکار نامزد تو ممکن است اونده ها نماز ما دستاویز شما با این مهربانی معلم جان این مهربانی این گپ درباره اعتبار شما رحمان معلم که من ببینید من پیروی کار من اینو سالهای سال برای وطن تاجیکستان عزیز کار کردم این کار است من سوی کوری بنان و نمود اخیاتم باور کنید من رئیس جماعت
جماعت دهاتی دول خوجا 7 کیلومتر کوه با 7 کیلومتر دورمی شوروی و 70 سالی شوروی و بری شما باید کار میکنیم امید میکنیم که صحیح شما برین سویدکارانی بنانگ و ناموس وطندوست وطن پرست بسیار باشد همه امروز مردم شکر کرده شده است اینجا مانده نباشه تو اسفالت هم بسیفه دکو اسفالت هم بسیفه محله بسیفه بودی همین روحداری تشکیل کننده بنانگ و ناموس محلی نابونیاد هم همین جوان ها امروز اینجا خانه کرده چند کیلومتر ها در حدود ناحیه مثلا در یک سال سال 2023 9 ماهی سال 2023 زیاده از 25 کیلومتری در جماعت ها در دیه ها بکره هستند هم مردم هم مقامات محلی هم مردم هم سویدکاران مقامات سویدکارانی بنانگ و ناموس مردم اهالی سنگداری کرده شده امروز مردم شکر کرده شده است که این وطن ما تنگ است امروز مردم سرجم همه این کشوری ها از سرجمی شده مردم خدا این به واسطه خدمت محترم جناب عالی است که امروز وطن ما تنگ است مردم امروز افتخار میکند از این روزه برای دولت امروز به واسطه تمام هستی خودشان را برای تاجیکستان عزیز بخشیدند بیشتر تا سال 2019 سال بود امروز من وطن ما تنگ است امروز باید شکر کنیم محکم نزدیکتر میره دایمنا صبح قدر مهنت اون استقامت کننده کوچه محمد جان وحیدوف شما چی سهم گذاشتین؟ امروز با همه معلوم است که قایه های سازنده جناب عالی پرزیدنت کشور محترم مولا رحمان راه اندازی شده ساده است در هر کجا در هر یک شهر و دیهات در کوچه ها آبادانی دوام دارد امروز کوچه ما کوچه به نام محمد جان وحیدوف اسفالت پوش کرده شد البته با دستگیری جناب عالی رئیس ناحیه و صاحب کاران و اهالی در همینجا زندگانی میکرده ما هم در قطار دیگر ساکنان همین محل برای آبادی همین راه از حسابی مثلا پس اندازهای مبلغ 7000 تومانی برای راه یاری دادیم مادی رساندیم من باوری دارم که این بد نیست برای آبادانی برای گلشکفانی شهرکمون محلهمون همیشه کوشش بخیر میدیم سلام